بیاین برادرشم بیاین بیا کمم نیم بیا بیا این بربسته که شما این بربسته که شما کار دارم بیاین بچه اسمیم بدر گله یک کاری کن برای قرار که دیگه خودی هم از اینا برو سرها سوزی بچی که چاش نمیشه کفش سوزی هم تیار کرده سوزی ما تیار کنم خب همه برد برای سوزی بچینه خود گله یک کاری کن امینا همه بدیدی بگفتی برای سرها پار بگفتی دیگه همه به تسلا بگفتی بچه ها برای که سوزی چیندنه به خاطر که خرج شما فراهم شد بچینی به سرها نه که اینا مفته برم اونجا گله اینو چپ اینا اگر نرم به تا یک دونه پسته بادم دیگه نمیبینی برو دیگه تو چی میگی برو دیگه خودی از اونا سر سفره خوبا رمی کنی و سرزی چی نبا نه بارا تارو من نخو تو آراشکاری چاشق زهر کینو شما نون دادم میتونه برو سوزی به چی که بخته اینا کنم من میبرم سرا جمع میکنم برو برو آفرین برو بیکاری بخستم بیا آدم خدای رسی بخونه داخل شم سفره و مفره به هم میزنم بعد کار بله بیایم بچه جلو شین نگه بله تز بله جلو بله تز بچه بیای بیای گیلا ها ما خودم کرونیو چرا تو خودی از خودتکان مخطی کدی فرق نمیکنه برار میگفته که همه جمع کو ببره که اینجا ما تمام سفره همه به هم میریزم دیوم از که خدای نکرده ناجور داره مثلا چه جانان اینا شما میبرم اینجا برای غیره که دیگه سوزی بچینم خرج خلکو بچینیم درسته؟ نه بیایم به همه شما غیره که دیگه سوزی بچینیم چیز باشین که با خدا و دان شما نون چاش نمیره بیایم بچه بیایم انمی پلام سوزی داره سعی کنیم و شما چی میگم جمعیت بیایم بیایم اینجا بیایم بلو که کالا کوری جمع شدیم اینجا فقط میگیم اما که فکر نمیکنه پیاده شما مادر شما که بابا اینجا ما زحمت کشیدیم بدهیم بچینیم خرج خود بچین نخند گیلا میگه بلو که کار کولی راست میگم کاریو کار نه طور نمیگم دور از جمعیت تیره دیگه برو بده بچینیم خرج خود بچینیم بده من جیرک تو هم بچی بده من میگم با شما گوش میکنه که گرگ چیزی نه بریم تو جیرک بچین دیگه ما اینجا با کسی و سرا شما نمیبره سرزی مهمان آمدیم بچی خرج خود بچی اینا چیزه اینا سلمه از اینا بچینیم بریم هم اینا بچینیم خود ما هم اینجا شیشته هم گیلا ما کنو کارتونی ما با سرا شما بیدی آمده ما با سرزی چینده کنه آمده تیپک من اعصاب ندارم من گاهی وقتی اعصاب من مثل سیما برق بری قطی میکنه شرطی مراس همی گوهم به تو میخنده گوش کو همه با من نمیخنده با تو میخنده گپا مفلزه گیپک سوزی بچی که یک فرقون سوزی هر کدوم شما یک فرقون سوزی نچینیم به خدا نون چاشته مگرم با خونا خوب بخوری ما خونه میچینم اگه اینا بچینم برو بچی من اینجا بیدی اینا آمد و می به من بیارده به سهرا به من سرزی بچینه نمایه رومل بسکو داغ سرتون نبینم بده تو کلون از اینا شو اینا چیزه اینا نفرات کنم خوبه دیره من سرزی نمیچینم بچه من میگم به شما من با شما خوندن میکنم بچینین دخترها بچه ها بچینین بچه ها بچینی تست بچینی خاطر
آفرین اگه خیلی بچینی شب هم شما نگاه میدارم به سبزی بچینی بچون تو هم بچین دیگه رود پوده آخه میگی تو کلونی ناشتن آها راست میگی من از تو با کلونتر و تو از اینا کلونتری تو دیگه خونده رو کدگم ای داد بیداد خدا مرداده بود گی پاک نمیداد ای لالا چرا گوشی شما خاموشه؟ نه چون برق نداره گوشی من هر چی زنگ زدین گوشی شما خاموش بود. برق نداره. لالا عمه مادر من بگشتم من همیشه من گفتم نمیای. خب چرا با نانه میستادک من یک کلمه که عمه میگفتم بس که با اونجا نانه خور ته کشیده بس داده بابا روزا این زنکای اکثر مزدمیمون به ما میایه به زونا میایه چی نیازیه برفتیم به ایدی همدگر خوب بدید نگاه بخزیم بیاین نمازدگر بخونه خوب. لالا عمه من خیلی شله شدن گفتن اگه شما برین کسی دو برید میشه دیگه ما هم به خونه شما نمیایم میشه هم مگرم بستین. من از این نمیگم یعنی میگم چاش ترکو بس داده بودم همین تا که ما میمون رفتیم به خونه اینا شاید دیگه کسان به خونه ما مزدمیمون چیزی بیایه این زنکای مال تا به یک ماییده من از این گفتم که به زحمت میشدم بازن خیر بینه عمه که حداقل ما شو نگادش دیگه پینیه برو خیر. ای عمه من گفتم چون شما به سالا به دور ما نمیایم به زی طرفا ادمی از ما یک گپ گفت شنیدیم مال که بیامدیم شو هم بستیم مادرم گفتم خوبه گفتم برو به لالا خوبه که ما میشه میسیم. نه چی شنیدیم عمه مون مثل مادرمون چی شنیدیم از عمه خود برو سعی بعد من ماشون میام مال میرم به جای کار دارم باشه خوبه. بچه بیا خیلی بینیم برو زحمت خیلی کشیدیم خیلی چیندیم گی پاک گیلا او ما گوش نشونیم دیگه نه دیگه همه میرم مال بیا دیگه اوه دیلا حالا سوزی بچین ده سوزی بچین نمو دیگه همه بسر ما بچین گیلا دیگه آفرین سوزیه دیگه ایت اسمی نیه سوزی خوبه دیگه تو بیا این نمای خوارزاده منه برو داخل تو برو بیا دارم من میگم خوارزاده من باشه خوارزاده من مست بیا تو بیا میگم از تو کسی نیه با پست تو چی از اینجا از اینا بجیستی صبح یا یاد مرفته خیلی خوارزاده لکو اینا سوزی چیزه خوبه گیلا به 100 مدل خیلی بینین گیلا آه. تو یک کار کو گیلا من سوزی میبرم به خونه بفهمیدی اینا رو ببر از ایزون بچینی سوزی که بچینی ایزون؟ خب اینا میگم دون چاش دوره اینا رد کن دوره اینا میگم گشنه بچه گشنه چی چی اوه داشتی بسر ما بچین داخل همین چاش بسوزه بسه جنیه لگه صاحب کار که میاد جو وقت تنها بریم سرا کم ایزون بچین نقلا بچینی بخو بگی خودم گیلا عباس 112 بجه روزه اشتم شکن گوشنه ما بریم ایزون بچینی اما گوشنه وان اینا میگم ماما گشنه چکار نون چاش تمال وقته فقط گوسفند بکشتیم ما این بپلونیم بریم خیر با که خود گیلک بیای اینا گوسپند کشته گیلک برو دیگه تو باید بفهمی به شفر دیگه به شفره شفر نمیفهمی سوزیات برو ایزون بچینی خوب سر اینا خب بله گای دیگه پخته میکنم بریم بخیر بریم ما تو بسرم برداریم برو میبرم بچه ها بریم از این سهرامی خود چرا نمیره بیا بریم این ناجوره نیه ناجور تیارتر تیارتر بیا برو خود اینا خوبه بچه ها بیایم برید یک سری زمان بریم بچینی بریم بخلا چینده خوب خیلی بچینی بریم از این سهرام برو گیلک آفرین گیلک بودم بعد 420 خرج 1 سال سوزیر بچینده سر بچه ها
نباشیم بابا. سلامت بشی. کجا بودی؟ سرا بودم. کجا میبری؟ ما برم به سرا خالی خوب. چرا بابا سرا خالی خوب؟ میرم برای مدر خوب دارم بیارم. چرا به می زودی با میری مدر خوب داری بیاری؟ هیچی بابا. گیلک و عباس اینا یک داستانا به سرگی به چاه خورد و به سرگی میمونا پیدی نکردن که چی بگم. خاطر کمک میمون به گیلک اینا بیشتر رفته بیده قراری کرده گیلک اینا رو به جلو میکنه ور میداره میبره به سر از اینا سوزی میچینه 100 رقم کار خوب سر از اینا انجام میده. از آخران که مدر من خبر شده که داستان چیه که اینا رو اصلا سفره خود چپ کرده بیده. میمونا اینا کی بوده؟ ها؟ میمونا اینا کی بوده؟ میمونا اینا همین قوم خشا بوده ایزوم چینده به سر اینا به چاه خود در علاق و جون اینا کرده اونا. آخر مدر من که خبر شده بعدی آمده خود خالی اینا قلمقاله کرده گفتن بیا برن نه که میریم سر یک چیز دیگه که اصاب مدر من بیخی خراب کرده بود. خوار خود من که نبیده بودم سر سوزی و ایزون به چینا قراری کرده پیش که لگ نفته به تاج و کمیت نمیشه دست دل از این لرزه میشه سر خلی از این گلمال و لوشمال میشه که مدر میر بیده و بیخی اصاب سر شرطی کرده بود زده بود خود خالی من دعوا کرده بود که بچه ها تو که به خاطری که بچه ها خود سفرار با هم بریزم یا نریزم یا بخورم یا نخورم تو اینا رو بر میگیری به جلو بچه ها میکنی میگی اینا رو برداریم ببریم به سر از اینا کار کنی. نه خوار تو به جی افتاده. ما با مادر تو نگفتیم تو با دختر تو باشه. اینا دیگه کی هوشیار میشم آخه؟ کسی به خونی از اینا بیای بدر میکنه میرم به سر ایزون میچینم به سوزی میچینم. بابا اگه گیلک سادی بوده اگه باز که هوشیاری بوده. سعی با تو چی میگم برو مادر خوار تا چیزی کده بیار به سر بیا. خوبه. اصلا دیگه رنگ هم خاله تو نمام که ببینم. یا بچه‌هایو. عجیب مردمی هم بابا سفره شمار کو پاک خلاص نمیکردم دیگه. خب بچه‌ای دیگه نمیفهمه. هی